تاجیکستان یکی از کشورهای آفتابی به حساب می رود که در آن همه 4 فصل سال به طور طبیعی و روشن احساس می شوند. بهار شکوفان، تابستان گرم، تیرماه زرین و زمستان برفریز با نوبت به دیار ما مهمان می شوند. حالا باشد در جمهوری موسم گرمترین حکم فرماست. ماه ایول در یک قطار منطقه های جمهوری به خصوص در ولایت های ختلان، سوخت و ناحیه های تابع مرکز روزهای خیلی گرم پیشگویی می شود. طور متخصصان هواشناسی خبر می دهند از 3 تا 7 ایول سال روان در سراسر جمهوری هوای نهایت گرم در نظر است. در این روزها حرارت هوا می تواند تا به 42-45 درجه گرمی برسد. مرکز آب و هواسنجی و اگنتی آب و هواشناسی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد میکند که سنه‌های 3، 4 و 5 ایولی سال 2025 در منطقه‌های جمهوری تاجیکستان هوای گرم از طرف جنوب و غرب وارد شده. در بسیاری منطقه‌ها در منطقه‌های وادی بوده تمپراتور هوا تا 42-43 گرادوس در منطقه‌های کوهی باشد، از 39 تا 40 گرادوس در منطقه‌های دامنه‌کوه باشد. حرارت هوا 39-40 گرادوس را تشکیل می‌کند. در این مدت گرمی هوایی که وارد می شود این در ماه ایول مقرری بوده. هر سال در ماه ایول از 1 ایول سر کرده تا 20 ایول این خیلی وارد شوی هوای گرم از منطقه های گرمی دیگر مملکت ها از طرف قزاقستان، از طرف پوستینی ترکمنستان و از طرف ایران وارد شده به جمهوری ما می درآید. از سبب یکباره بلند شدن حرارت هوا در تاجیکستان که در یک قطار منطقه ها به خصوص در وادی های مرکزی و جنوبی حرارت تا 40-45 درجه می رسد، این گونه گرمی می تواند به سلامتی انسان، حالت روزگار اهالی و فعالیت روزمره تأثیری جدی رساند. در سراسر جهان همه ساله بالا رفتن حرارت هوا مشاهده می گردد. بنا به تحلیل کارشناسان ساحه، امسال در جمهوری تاجیکستان ماه ایول نسبتاً گرمتر می آید. پیشگویی متخصصان ثابتگر آن است که به حساب میانه حرارت هوا در ماه ایول تا به 42-45 درجه می رسد که این نسبت سال گذشته 1-2 درجه بلندتر می باشد. وقتی که ما گرمی هوا میگوییم، گرمی هوا میتواند که در آفتاب در جای گشود حرارت هوا یا که حرارت خاک تا 50 تا 55 گرادوس تشکیل کند. در منطقه های دامنه‌کوه باشد حرارت گرمی خاک تا 40 تا 45 تا 48 گرادوس تشکیل میکند که حرارت هوا در استانسیون مترولوژی یا که دیدبانگاه‌های آب و هواسنجی این در سایه چین کرده و به سهم اهالی رسانده می شود. اگنتی آب و هواشناسی و مرکز آب و هواسنجی جمهوری تاجیکستان هر روزه بولتین باد و هوا را پیشنهاد می کند و در بولتین آگاهی می نویسد که آگاهی از کدام سنه تا کدام سنه باد و هوا در منطقه های ولایت سوخت چگونه خواهد شد. متخصصان به اهالی توصیه می دهند که در این روزها از ساعت 11 تا 16 از برآمدن به زیر آفتاب سوزان خودداری کنند، زیادتر آب بنوشند و از خوردن خوراک‌های وزنین خودداری نمایند. در چنین روزهای گرم تابستان اهالی می توانند وقت را بیشتر در جایهای سایه افکن، باغ و گلگشت‌ها و یا نزد آب انبارها گذرانند. با وجود گرمی شدید، تابستان برای کشاورزان و دوستداران طبیعت یک فصل پرفیض به حساب می رود. موافق اطلاع متخصصان ساحه تندرستی، گرمی زیاد به کودکان و پیرانسالانی که به بیماری های عضوهای نفسکشی و سیستم دل و رگ ها مبتلا می باشند تأثیر خود را می رساند. از این سبب هنگام بلند شدن حرارت هوا به ساکنان مملکت توصیه داده می شود که دور و دراز زیر شعاعهای بلند آفتاب
نیستند، زیرا آنها می توانند به بیماری گرمازدگی گرفتار شوند. هوای گرم تاثیر بد میرساند به کودکان، به بیمارانی که بیماری های اوریزانوک دارند، بیماری های مثلا فشار بلندی، بیماری های قند، بیماری هایی که رگ و دل. این بیماران، این شخصان بسیارتر به این گرمی هوا تا باور نبوده بیماری ها خروج میکنند، گرفتار میشوند به بیماری های درون رو، حالت های قیقونی دیده میشد. توصیه طبیبان که من چخیلی که میبینید مراجعت سال بسیار شده ایستاده است نظر به دیگر روزها، بنابر همین ما به مادران و کلانسالان مراجعت کردیم که در وقت بلندشوی حرارت هوا باید در خانه باشند، بسیارتر نوشاکی از 2 تا 5 لیتر آب نوشاکی استعمال کنند. در هوای بلند با کودکان به کوچه برآمدن، سیر و گشت کردن، به بازار و مغازه ها رفتن ما توصیه نمیدیم. کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گраждани نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ارتباط با معلومات اگنتی آب و هواسنجی مملکت چند توصیه ها پیشکش میکند. کوشش کنید هرچی کمتر زیر نور آفتاب باشید، اما در حال ضرورت با خود گرفتن چتر و یا کلاه تابستانه را فراموش نکنید. هرچی بیشتر آب استعمال کنید. در یاد داشته باشید که بیشتر کودکان و نورسان و افراد سالمند به خطر گرما گرفتار می شوند. غمخوری در حق آنها را فراموش نکنید. هنگام سفر بیشتر به خود دقت دهید، زیرا وضع سلامتی انسان می تواند در گرما بیشتر بد شود. بیشتر هنگام استراحت و آببازی احتیاطکار باید بود. قاعده های بود و باش در ساحل دریا و رودخانه ها، کانال ها، حوض های آببازی و شرشره ها را جدا رعایت کنید. تلاش کنید در این روزها اساساً لباس‌های آماده شده از نخی پخته استفاده نمایید و از پوشیدن سر و لباس سینتتیکی خودداری نمایید.